زمانی که ما اخطار دادیم راجع به این که بازار خودرو و بازار ملک مکان خوبی برای سرمایه گذاری نیستن، خیلی از دوستان گارد گرفتن و علیه ما که آقا شما نمیخوای بازارها خوب باشن، نمیخوای مردم کاسبی بکنن، مخصوصا وقتی که در برهه کوتاه مدت قیمت ماشین ها تو بازار کمی افزایشی شد، خیلی آمدن شروع کردن طعنه زدن، دیدین که ماشین هم گرون شد و خب املاکی هم که وعده میدادن که توی اردیبهشت ما افزایش قیمت رو داشته باشیم. اما بعد از گذشت چند ماه اتفاقاتی که پشت سر گذروندیم، الان که توی برج 5 هستیم میبینیم که بازار خودروهای چه وارداتی چه تولید داخل در حال اصلاح و کاهش قیمته و اوضاع ملکم که اصلا براتون نگم. البته خیلی همچنان معتقدن که ملک داره گرون میشه، اما در شهری حداقل مثل تهران که نه آب داره نه برق داره نه گاز داره نه امنیت، بعید میدونم درست باشه.